سلام. مرسی دیگه بس دیگه. سلام. خیلی مخلصم. مرسی که ما رو نگاه میکنین. 100 میلیون جایزه نفر تیم برنده است، یعنی 100 میلیون. قرار امروز سر 100 میلیون با همدیگه رقابت کنین. تیم برنده 100 میلیون میبره. امروز کنار من محمد و علی هم هست به عنوان داورایی که بهم میخوان کمک کنن تا بهتر بتونم نظرم و تصمیممو بهتون بگم. آیتم خیلی زیاد داریم. بریم که بهتون توضیح بدم آیتمامون چیه. سلام به حامد شو، خوش اومدین. 100 میلیون جایزه قراره برسه به گروه برنده. برنده کدوم گروهه؟ شما بگید. تو این قسمت هم بازی داریم، هم کلی خنده. میخوایم اسم و فامیل بازی کنیم و کلی بخندیم، هم کلی سرگرم میشیم. قول میدم بهتون کلی بهتون خوش بگذره. بازی‌های مختلف و هیجان انگیز براتون داریم. کلی قراره بخندیم با ما همراه باشید. یا معلوم نیست این 100 تومن میخواد به کی برسه. بازی اولمون اسم و فامیله. کاملا به صورت انفرادیه ولی قرار امتیازاتشون جمع بشه و گروهشون برنده بشه. به این صورته که اگه اسم تکراری بنویسن، کلمه تکراری بنویسین 5 امتیاز داریم، ولی اگه تکراری نباشه 10 امتیاز. میتونیم با همدیگه هم فکری کنیم ولی اگه هم فکری بکنین 5 امتیازی میشه. یعنی تکراری بنویسین میشه. حالا داستان چیه؟ توی 1 دقیقه شما باید کارو جمع کنین. من میتونم نگاه کنم به این چیزایی. بله اسم، فامیل، میوه، رنگ، شهر، کشور، ماشین، حیوان، اشیا، اعضای بدن، نام گل، غذا، شغل. چیزایی که چرت و پرت باشه امتیاز نمیگیره. امیدوارم رقابت سالمی داشته باشین. بازی ما شروع میشه با حرف ف. 1 دقیقه بیشتر زمان ندارین. 4 3 2 1 تمام. خودکارا بالا. امیر رحیمی امتیاز نمیگیره این دست متاسفانه چون خودکارتون در حال نوشتن بود. خب بریم اسما رو ببینیم چی نوشتین. شما چی نوشتین؟ فریال. شما؟ فریما. شما؟ فریبا. فرشته. فاطمه. نفری شما 10 امتیاز بدین به خاطر اینکه تکراری نبود. فامیلی؟ فرهادی. شما؟ فرزادی. فریبایی. فریبا. فرامرزی. فدایی. نفری 10 امتیاز محمد. شما؟ ننوشتم. میوه شما ننوشتین 0 امتیاز. بزنید شما. جان؟ فوجی. الان بچه‌ها سرچ می‌کنن. حالا سرچ کنن. شما؟ ننوشتم. مرسی. شما 0 رو بزنین. شما؟ فلفل میوه حساب میشه. نه. منم فلفل نوشتم. فلفل جزء میوه ها نیست، جزء سبزیجاته. بله 0 شما بزنین لطفا. 0 بزنین شما 0. خب رنگ بفهمید. 2 تا نوشتم. بفهمید. فیروزه‌ای فیلی. درسته. شما یه دقیقه وایسین. بعد شما بفهمید. فسفوری. شما؟ فیروزه‌ای. شما؟ فسفوری. شما همه 5 بدین. 5. فیلی تنها نوشتم. نه دیگه چون 2 تا نوشتی. شهر؟ فیلبند. فیلبند؟ آبرا زیر نه روستا. فیلبند روستا، شهر نیست. درست بود؟ فوجی نیست، فیجوها یا فوجیاه. فوجی دیگه. ایشون یه چیزی دیده بودن شهید بود. نه شما هم 0 بدین. بابا به خدا نه دیگه آقا الان فوجی آقا فوجیه چیه؟ خب حالا تلفظش فوجیاه اسمش. حالا فیجوا. باشه اوکی. منظورش رو همه ننوشتم. تا فوجی حتما تو فیلبند میفروشن ها. نه فیلبندش درست بود نه فوجی. آقا شما فیلبند نرفتی اونجا که ابر زیر پاته فیلبنده. شهر چیزی مثل ماسال شهر حساب نمیشه. نه فیلم روستای اونو 0 بدین شما لطفا. شهر شما چیه؟ پشم. جان؟ بله شما؟ ننوشید. شما؟ فریدون کنار. داریم فریدون کنار. شماره دیگه. شما؟ ننوشتین. خب شما 0 بدین. شما 10 بدین. کشورتون؟ یکی از چیزای تهران شهر نیست. الان شهرهای شما رو می‌بینیم. آقا پشم اصلا جزء آره. یه منطقه تو تهران. بله. شون فشن بله. بله شما 0 بدین لطفا. پشم خودش یه منطقه. نه لطفا 0ش کنید متشکرم. راست شهر میگی. جدید زدم فکر کنم. نه اسخای بچه می‌کنم. اول میشه هیچی نگید. کشور؟ فنلاند. شما؟ ننوشتین. مرسی 0 بدین شما. فرانسه اگه حساب میشه. فرانسه. شما 5 بدین جفتتون. فرانسه. شما 5 بدین. من بله شما 10 بدین. ماشین؟ فراری. شما؟ فراری. شما؟ فراری. شما 5 بدین. حیوان؟ فوک. فیل.
چرا فیل بزن شما 5 بدین همتون لطفا. شما 0 بدین همچنان. خب اشیا چی نوشتین؟ فندک. شما فیل پلاستیکی. قبول نیست شما؟ فیل پلاستیکی. قبول نیست شما؟ فندک. شما فرش. شما 2 تا 5 بدین، شما 10 بدین لطفا. اعضای بدن 0. شما بفرمایید. ننوشتم. فک. فک بله شما 10 بدین، شما همه 0 بدین. نام گل 0. ننوشتیم. شما ننوشتم. ننوشتم. بله 0. غذا فسنجون. شما ننوشتم. فسنجون. فلافل. شما 2 تا 5 بدین، شما 10 بدین. شغل 0. فرش فروش. شما ننوشتم. فیلم بردار. شما فرش فروش رو نوشتی، بعد توی اشیا چرا فرش ننوشتی؟ شما فلافل فروش. علاقه خاصی به فلافل دارید. شما چی نوشته بودین؟ فیلم بردار. شغل فیلم مردان فیلم فیلم بردار. فیلم بردار. ببخش شما چی نوشته بودین؟ من هیچ. شما هیچی. شما فرش فروش. 10 بدین دیگه. 10 بدین، شما 0 بدین. بریم واسه امتیازهای آقا پسرا. همین چی نوشتی اسم؟ فرهاد. فرید. شما فریدون. شما فرهاد. چرا پسرا کلا اسم پسرونه نوشتن، دخترا کلا اسم دخترونه؟ اونایی که خب تکراری بودن 5 بدن، فرهادا 5 بدن، بقیه بچه‌ها 10 بدن. فامیل فرهمند. فریبرزی. فریدی. فارابی. فرهادی. فرهادی. همه 10 میگه. جان اون فرید نوشته یه هم اضافه کرده فامیلیو گفتیم اینجوری نداریم فریدی زده. نه اوکی میتونی اسم فامیلو میتونی با یه اوکی. 10 امتیاز نفری. میوه فوجیا. میوه‌ای که فرهاد میخورد. ننوشتی میوه. ننوشتی. آقا دیگه از خودتون حرف بزنید. شما ننوشتم. شما ننوشتم. یه میوه‌ای که فرهاد میخورد. رنگ فسفوری. فیلی. فیلی. بفرمایید. رنگی که فرهاد دوست شما داشت. فیلی 5 بدین لطفا. فسفوری 10 بده. بله شهر فرانسه نوشته. بله بفهمید. فریدون شهر. فریدون کنار. یکی از شهرهای فرانسه. خب فرانسه من کشور نیست. نه یکی از شهرهای آقا فریدون شهر با فریدون کرای فرق داره نه؟ بله. فریدون شهر نداریم. سمت یاسوجه داریم. 100 متر پایین‌تر از چرا شهر فریدون اینا میشه فریدون شهر؟ خب سالار چی نوشتی؟ من ننوشتم. شما فارس. خب آقا بدین 10 بدین اونایی که نوشتن. بله بدین. کشور فرانسه. فیلیپین. آقا مهدی 10 بده، شما 5 بدین لطفا. خب ماشین فراری. فلوکس. فیدلیتی. فیات. فراری. نفری 10 بدین. ولی یه نفر فکر کنم تکراری نوشته بود. من مرتضی. 5 بدین لطفا. مرسی. حیوان فوک. فیل. فیل. 5 بدین لطفا. فوکت کو؟ نه. دیدم بله. 10 بدین شما. اشیا فر. فنجون. هر دو تو زدم. فنر. فیل پلاستیکی. شما 0 بده. فر 5 بده. فنر رو فسنج 10 بده دی. فنجون 10 بده. اعضای بدن فرق سر. آقا جان فرق سر. آقا ما هم فرق سر داریم. از بیرون یه نگاه می‌کنیم اعضای بدن فرق سر حساب میشه. چرا آره. دیگه فرق سر؟ ها؟ دیگه داره. نه. خب یکم اونورتر از فرق سر. نه خب شما چی هیچی ننوشتی شما؟ ننوشتم. شما رو هم ننوشت. من نوشتم فک. کو؟ اینها. الان ولی نوشتی؟ شبیه نمک شده. نه به قول فک. خب شما 10 امتیاز. آقا مهدی 0، بچه‌هام 0. نام گل حامد تبریزی. من نوکر. شما هیچی. شما چی؟ شما فیروزه. چرا فیروزه رو ننوشتی؟ گل فیروزه‌ای دیگه. درست میگم؟ سنگ بود اون. ترکیده. فاله. غذا فسنجون. 5 شما 5. مهدی 0 ننوشته. شغل فسنجون پس. فلفل فروش. شما چی؟ هیچ.
صفر. شما چی؟ صفر. فلافلی وقت نشد. خب این همه نوشته داره بودی؟ 10 امتیاز، شما هم 10، شما هم 10. خب بریم واسه کلمه بعدی. یک دقیقه شما از همین الان شروع میشه با کلمه الف. بچه ها ثانیه 50 رو داریم سپری میکنیم. اینم بهتون بگم یه نفر بنویسه بهتر از اینه که چند نفر بنویسه. تکراری منظورمه. 3 2 1 خودکارا بالا لطفاً. خودکارا بالا. خودکارا بالا. خب از پسرا شروع میکنیم. علی بالا سر دخترا باش کسی ننویسه. مرسی محمد، شما هم همینطور. اسم آصف. آرمین. آرمین. ابراهیم. امیر. بچه‌ها دخترا. نفیده. خب اونایی که تکراری نوشتن مثل شما دوتا 5 باید بدن. فامیل آرمینی. آماده. آناهی. ابراهیم زاده. آماده غذا. نه آصف سریع آماده میشه. امیری. آصف آماده میگم اون غذا، میگه آصف سریع آماده میشه. شما چی بود؟ امیری. امیری. شما آقا مهدی؟ ابراهیم زاده. شما آرمینی. آناهی. آناهی؟ مال شما خیلی بالا شهر. نفری 10 امتیاز. میوه. انگور. آلو. آلو. برای چی نمیشه؟ انبه. آلو بچه‌ها 5 بده. شما 10 بدین. بعدی رنگ. بفرمایید. آسمانی. جدیده؟ یه نوع آبیه. آلبالویی. اناری. آبی. جان؟ اناری. اناری. انبه‌ای. 10 امتیاز. تو چی نوشتی؟ آلبالویی تو چی نوشتی؟ انبه‌ای. تو چی نوشتی؟ آبی. آبی رو زده آسمونی. تو چی؟ اناری؟ اناری. آره با داره. گلپر. آبیشن و گل. خب شما صفر بدی یا صفر بدی داداش. من بده. اناری صفر بده، آسمونی هم صفر بده. آبی صفر بده. آسمانی میگم. نه خیر. به خدا این صفر. آبی روشناست. رنگ. شهر. سه بدم. آشکده صفر. کندوان. ابهر. ابهر. عراق. آستان اپر اشرفیه. اپر 5 بده شما. آشکده 5 کندوان. بده. عراق. آشکده کندوان. صفر. چرا صفر کجا شد؟ آشکده کندوانه؟ صفر. پایتخت شد. شهر نیاستان اشرفیه. آشده آشکده نوشته. بابا آشکده شهردارش هم کجا؟ میرزا قاسمی. آقا شهر کشور که زندگی میکنن دیگه اونجا. نه بابا اونجا آش میخورم میرن خونه. آقا مهدی شما چی نوشتی؟ عراق. عراق. شما آستان اشرفیه. شما 10 بدین، شما صفر بدین، شما 5 بدین. کشور. آلمان. 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 10 بده. 5 بدین. 5. همه رو هم. خب ماشین. آلفا رومئو جولیتا. من آلفا روما خالی. من نمیشه آوانتادور. آمانتادور. آمانتادور. آلفا. 5. شما 5 شما چیه؟ آدی مدل 98. تو 10 تو 10. آمانتادور. تو 10. قشنگ بود. خب بچه‌ها حیوان. حیوان. آهو. اسب. شما 5 امتیاز شما دو تا مرتضی. از 5 امتیاز جان. 5 امتیاز از شما. ننوشتم. شما من آهو. 10 امتیاز. خب صفر بده امیر به خودت. اشیا. آبخوری. ایوالله. اشیاء دیگه. بابا این وسیلشه. آب خوری. تاییده آقا، تایید آبخوری. تایید آب آقا سرد محمد. کن همون. ما بهش میگیم آبخوری. محمد اون قدری بچه منصفی، هر چی بهش میگم هر چی. نه نمیگه. خب آبخوری شما. برده است. شما ننوشت. شما اسب سنگی. نه صفر امتیاز از شما. پلاستیکی نمیشه. ان پلاستیکی. ها ان پلاستیکی. ان نه ان با عینه. نه انشالله با الف. خب صفر بدین شما. مرتضی 10 بده، شما 10 بده. اعضای بدن. آستین. آستین رو نوشتی، آرنج رو ننوشتی. تو چی نوشتی؟ میگم همون جاها بوده. آرنج. گشتم پیدا نکردم. من میخواستم بنویسم آرنج یادم. تو به جایی که ما رو نگاه کنی نگاه کن ننویسن. شما بگو. انگشت. انگشت شما ننوشتم من. همتون صفر مهدی 10. این که میگه مارتو آستینم پرورش میدم همونه دیگه. اعضای بدنه دیگه. نه اون نیست. نام گل. آلاله. آفتاب گردون. آلاله درسته. آفتاب گردون درسته. شما
من ننوشتم. شما امیر جان؟ گل انجیر. انجیر. اولش گله بعد انجیر میشه. صفر امتیاز. مهدی تو چی؟ ارکیده. ارکیده. 10. مرتضی تو چی؟ آفتاب گرم 10. سالار تو چی بودی؟ صفر. شما صفری؟ نه چی آلاله بودی؟ همین. آلاله درسته. 10 امتیاز. غذا نداشتیم هیچ آش آش. 5. آش. 5. آش دوغ. 10. به خدا این آش دوغ. 10 امتیاز. شما 5 امتیاز. خب بریم شغلو بپرسم ازتون. شغل شما ننوشتی شغل؟ آشپز شما؟ ننوشت. آش فروش. هم به فروش وانتی. این میکروفون دارن. هم به فروش میشه دیگه. هم برای بذاره پشت ماشین میفروشه. نوشته واقعا؟ نه مدل شما وانتی 10 امتیاز. شما 0. شما چی؟ آش فروش چیه؟ شما 10. شما هم 10. شما 0. خب بریم سراغ خانوما. با الف چی نوشین اسمو؟ آلاله. آزاده. احمد. آرزو. یه نفر فقط اسم پسر نوشته تو خانوما. شما 10 بدین. فامیل؟ آبادی. آذری. احمدی. آباغری. الهی. آباغری؟ آباغری به خود فامیلی مامانم آباغریه. واقعا؟ آره. نبری 10 امتیاز. آباغری نبری 10 امتیاز. خب میوه؟ آلبالو. آلو. ننوشتم. شما؟ آلبالو. آلبالو 5 بده. اونایی که ننوشتن 0. آلو هم نوشتم. نه دیگه 2 تا نوشتن. الان 5 شدم. رنگ؟ آلبالویی. آبی. 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 5 بدین شما 0 بدین. چرا؟ آلبالویی نداری. قرمز آلبالویی دیگه. 200 شیشه قرمز آلبالویی. بله ببخش تایید شد. 10 امتیاز. 10 امتیاز. بقیه رو 5 بده دیگه. بله 5. شهر؟ آمل. استرا. ننوشتم. استاره. اصفهان. بله اونایی که تکراری نوشتن 5 میشن. شما کجا بودین؟ آستارا کسی نوشته بود؟ نه 5 بدین تکراری من چون نوشته بودم. خب آستارا نوشته بودن 5 5 بده. 5 آستارا 5. خب کشور؟ آمستردام. آلمان زدین خانم. جفتشو نوشتم. ندید آمستردام. آلمان اگه باشه تکراری حساب میشه. خب خب من شما میخوام ننوشتین؟ آمستردام دارم اعلام میکنم. شما؟ آلمان. آلمان؟ بله. شما؟ آلمان. آقا شما, من ننوشتم. من نوشتم با ولی شما ولش 10 امتیاز. شما 2 تا 5 امتیاز. آودی. اعلام ماشین؟ نکردم. آودی. شما ننوشتین؟ آزرا. شما؟ ننوشتم. آردی. ما هم یه امتیاز. ذهن فقیری برداریم. خب حیوان؟ آهو. شما؟ آهو. ننوشتم. آهو. بقیه‌اش رو من حساب نکنید. شما؟ من ننوشت. 5 امتیاز بچه‌ها. اشیا؟ آونگه یا هاونگه؟ اگه آونگه من نوشته بودم. آونگم ندی پاک داریم. کردین. آونگم آونگم داریم. نمیدونستم آونگه یا هاونگه. آونگم داریم. خب شما اصلا نوشتین؟ نه. شما؟ آب پاش. میشود شما خانوم؟ آب نبات. شما؟ من قبولم. ننوشتی. نوشتم آونگ نه بس خب دیگه ننوشتی خب پاک کردی دیگه. خب شما چی نوشته بودی؟ آب پا. شما 10 امتیاز. پلاستیکی. ننوشتین. نه نداریم. خب 10 امتیاز شما بدین. بقیه 5. بقیه 0. اشیا که رفتیم اعضای بدن. ننوشتیم. شما؟ خیلی تنگ کردم. شما؟ من ننوشتم. میدونم ولی. شما از اتاق فرمان اشاره کردن که شما وقتی من اونور آرنج گفتم شما نوشتین. شما 0 امتیاز میگیرید. میگم همون جاها بود. آرنج. پیدا نکردم. من میخواستم بنویسم آرنج یادم. تو به جایی که ما رو نگاه کنی نگاه کن ننویسن. نوشتن شما؟ آهیانه. جان؟ لوب آهیانه. آهیانه. داریم آهیانه. آهیانه. اما گیجگاه خودمون نه. علم داریم. تخصصیشه. داریم. شما؟ داریم. آقا سرچ کنید. بله سرچ میشه. همین الان قسمت قشر سرچ مخه. میشه و یه کات کوتاه میدیم الان بهتون میگم. آقا چیزی به نام آهیانه داشتیم واقعا. پرستو خانم درست نوشته بودن. 10 امتیاز میگیرن. خب میریم به نام گل. آلاله. شما؟ ننوشتم. شما؟ آلاله. شما؟ آهان یه نکته مهمی که باید بهتون بگم، فرنوش به خاطر تقلبی که کرد کل امتیازش محسوب نمیشه. از الان به بعدم از فرنوش نمیپرسم چون گفته بودم. خب شما هم ننوشتین. آلاله نوشته بود. شما چی نوشته بودین؟ آلاله.
این هیچ. ننوشتم. شما هم ننوشته نه. بودین. خب شما 10 امتیاز بدین. آره. غذا آلبالو پلو. ننوشتم. شما ننوشتم. شما هم ننوشتین. 0 10 امتیاز. شغل به خدا نوشتم ولی نمیتونم بخونم. تو صورت نفهمیدم چی نوشتم. آوشو میفهمم بقیه‌شو نمیفهمم. آونت اوزر اینقدر شما چی نوشتی؟ نه ننوشتم. من چه نوشتم آردی؟ ننوشتم. شما چی نوشتی؟ ننوشتم. شما خانم؟ منم ننوشتم. شما هم که شما اینو به من بگی من امتیاز چی بدم؟ خودم نمیدونم چی نوشتم تو هول کردم. ابر ده شما هم 0 امتیاز. میریم واسه یه کلمه شاید سوم. آواز بوده. آواز. بریم واسه یه حرف من تکون سوم. میخورم. 1 دقیقه شما از همین الان شروع میشه با حرف ب. بریم واسه لحظات پایانی. علی ثانیه تمام. بریم از دخترها بپرسیم چی نوشتن. اوکی. اسم بنیامین. فامیلی بهاری. شما بیتا بهرمی. بیتا بیتایی. شما اسمو 5 بدین لطفا. بهنوش باقری. شما 10 بدین. بهناز. بهتری. بهترین به به. شما بهتری. نه بهتری. بهتری 10 بدین 10 بدین. شما اسمو فقط 5 بدین. فامیلی رو 10 بدین. شما جفتشو 10. میوه به. به به. 0. 0 نه ننوشتم. آها به 5 امتیاز. به رنگ بنفش. ننوشتم. بادمجونی. منم ننوشتم. بادمجونی تاییده. بله. بنفش بادمجون. بله بله. اونایی که ننوشتن لطفا 0 بنفش 5 بادمجونی 10. شهر به شهر. با این به کلشو تا آخر میخوای به بدیم. شما ننوشتین. بیرجند. شما اوجنو. پوشه. 10 بدین به جز مائده. کشور بلغارستان. بارسلون چی؟ تمام. بارسلونا باید بالا می نوشتی اونو. بارسلون شهر کشور نیست. بله خب نمیشه. نه دیگه شهرمنده دیگه. پسرا آخه خب وایسادن ما نمیدونیم شهر که یا از رو هستن اینا اسلحه‌شونو. شما خانوم قبولی؟ نه. ننوشتم. شما بلژیک. بله منم ننوشتم. ماشین بنز. برگیاس. بله بفهم بنز. بنز. ننوشتین. شما 5 بدین به این سوارا. شما 10 بدین. حیوان ببر. ببر. ننوشتم. منم ننوشتم. شما 5 بدین بچه‌ها. اشیا بیل. برفا کن. بالش. برنج پلاستیکی. یه چیزی ترکیبی شد. 0 امتیاز. شما به پلاستیکی ببخش. بچه‌ها اعضای بدن بینی. ننوشتم. نه. بینی. بازو. منم ننوشتم. خب شما 10 بدین. بینی 5 بده. خب نام گل بنفشه. بنفشه. ننوشتم. شما خانوم من ننوشتم دیگه اینجا ببخش. بنفشه چی؟ گل گل بنفشه. بله بله شما 5 بدین. شما بنفشه نوشته بودین دیگه. من. شما بودین. بله. آه. غذا برنج مرغ. برنج کته. برنج رقصان. نقاط برنج گوجه. برنج گوجه این دیگه خیلی دیگه ماشاءالله خاکی هن شما. من ننوشتم. شما برنج و مرغ. برنج کباب. برنج چنجه. برنج شما 5 بدین. شما 2 تا. شما 10 بدین. خب آخری شغل. 2 تا نمیشم. هم بقال هم بلال فروش. من بستنی فروش. بیکار. بیکار شغله. اونم شغله. برنج مرغ فروش. 0 بدین. شما 0 شما هم 10 بدین. اه. بیکارم واقعا شغله چون وقتی میری یارانه. نه به خدا میری میزنه قسمت شغل 2 نقطه یارو میزنه بیکار دیگه. واقعا شغل. موفق باشی. واقعا اینجوری میاد. شغل شغل نیست آقا مهدی. شغل یعنی اون شغلی که داری. شغل نداشته باشی که شغل بیکار. بهشون میرسه دیگه. حالا دیگه بریم واسه پسرا. خب اسم بهرام بابک بهرام. بهرام 5 فامیل برزویی بهرامی بابکی است. بهرام زاده. ما نگاه کن ببینی راست میگه اینا که میگن. بهرامی ترکاچوند تو سرکان. من متفاوت باشه در امتیاز بدید. دو تا پایینیا رو پر میکردی وقت تو میذاشتی. خب میوه به به شما به شما به. شما
جای ترکایی اگه امیر میخواست بنویسه امیر به ادامه به فامیلی آقا ترکاش بند بلوچ نشاد ادامه فامیلی رو بچه نمیشه پنج. نوشته بود. آره بگیر 5 شما 0 بده رنگ رنگ. بنفش برف رنگه برفی آره دیگه رنگ دیگه. بابا چی برفی سفید برفی نه آقا برفی اسم جان سگه. خب سفید بود دیگه اون هم تیمیت داره میگه نه برفی داریم میگی چه رنگ برفی داره مثل شیرین میمونه یه نوع سفیده شما بهی بنفش شما امیر جان ننوشتیم کچرا ما بدم ننوشتیم. بهیه 0 داداش شما 0 من چه شما چی بودی بهی آقا بهی رنگ نیست بنفش بنفش بده 10 بده شما 0 بهی آقا رنگ نیست به چرا یه گلبهی برفی نداشتی؟ خشکی. نه شهر به شهر بروجرد اندر عباس بجنورد. بندر لنگه 10 امتیاز خب بلغارستان بنگلادش برزیل بحرین. کشور بلغارستان دیگه همون بلغارستان 5 بده لطفا بقیه 10 ماشین بی ام و بوگاتی بی ام و یه مدل دیگه بنز ای 250 اینو نوشتم که اگه بنز خالی باشه بیل من میکنی بی ام چیزا آقا ماشینه دیگه بیل مکانیکی درسته ماشینه. شما 10 بدین شما 5 بی ام بدین شما چی بود 5 بدین لطفا آیته برنامه 330 نه ننوشتین آقا 5 بدین لطفا 330 نداریم 35 حیوان به بز بز شما ببر این دندونشه چیز شده ببر اینها دو تا شما بلدرچین. بز کوهی شما تکراری بودی درسته بز شما 5 بدین بچه‌ها 10 بدن کوهی بود برای من کوهی بزم میدونم نوشتم فرمان بوز اهلی خونگی پته اشیا بروکلی بند بروکلی بروکلی داشت چیزه سبزیجات. سبزیجات حرکت نمی‌کنه. شما چی نوشتی بولش بده. شما باک ماشین. بربری پز مجسمش وقت گذاشتی اون نوشتی درستشو مینوشتی بچه‌ها بردم. خب شما 0 درستش بده آقا بلد جان نبوده. 0 بده نام گل ببخشید اعضای بدن بله بله اینجوری میکنیم این اسمش بله نه بل نوعی چیز هست نه بلعیدن نه خیر بل اعضای خودش بدن یه نیست تیکش. نه نه اعضای بدن نیست قدرت اعضای بدن. آقا میگی میگفتی محل شما بله. بل چیز باشه شما نه آیا چیز بند داشتیم گرامافون بند. چی بود بند بدنه بند انگشت نوشته بند رو نوشتم بند اصلا داریم همچین چیزی بند انگشت میشه این دیگه تایید میشه. یکی از شعبه‌های دست مرسی باید انگشتش هم میبود امیر انگشت بعدن میاری. شیشه بعد امیر اگه دخترها هر 5 تاشون تایید کنن به خاطر بانمک بودن 10 امتیاز رو بهت میدید بچه‌ها بند نه تایید نشد خب نام گل بابونه بنفشه نمیشه ننوشتیم. بامبو. اشتباه نوشت بامبو نوشتم فکر گله گله. نه چوبه گل نیست اول گل نیست گل بوده بعد چوب میشه ببین، پشتش درخت نه اصلا گیاهه اصلا آقا بامبو گیاه نیست گل دیگه نه خیر نه خیر بامبو چرا خب نام گل شما چی بود بابونه بابونه گل نیست که دم چی آقا بابونه گل نیست که گل بابونه گل بابونه خابیبونه اوکی شما چی نوشتی شما خب شما داشت 10 بدین شما آقا مت شما چی بودی ننوشتیم. 0 بده اوشون هم که خب غذا چیه بابونه پلو ما خیلی میخوریم خوشمزه است شما نخوردید ما ما میپزیم میخوریم آقا ما برنج خالی خدا. نفخ میاره خیلی خوبه. بابونه رو میزنیم نفخش هم سردی رو برطرف میکنه بلغم و هم بادای ناگهانی برای معده. نفت معده هم خوبه بخور. بگو جو برای گاز. اصلا اینا بابونه پلو میخوری ما پوجی میخوریم بندری درست 10 امتیاز بروکلی پلو با ترشی 10 امتیاز شما آقا مت ننوشت ما هیچی نمیخوریم. بامیه پلو شما هم 10 امتیاز نوشتن شما 0 بابون با ترشی ده بروکلی غذای دیگه بابونه پلو داریم ها شما رژیم باشی همه چی میخوری. حالا خواسته بروکلی اینا پلو. مثلا بریزن تو خود بروکلی غذا آقا من یه سوال من این شیوید پلو نداریم نه. ما شیوید نداریم بابونه میریزیم شیوید پلو مثلا راست بابونه میگه پلو دیگه. میشه دیگه. خوبی هم میده چقدر حال شغل؟ میده. 5 شغل باقالی فروشش افتاد فعلا باقالی رو خریده تا بفروشه
دیگه فعلا باقالی ما رو اومدیم بعدا ببینید تو مسابقه بریم یا استنداپ کنیم. همه رو باختیم که. بگو بندری فروش. بدهکار. بانکدار. بدهکار شغله وقتی بیکار شد بدهکار تازه بدهکار خیلی خفن شغل به کل اینا من بدهکارم. آقا بعدی بانکدار. شما باقالی فروش آذری. خدایی نوشته سر آذری. همه تو 10 امتیاز بدین آقا. آقا بریم واسه جمع کردن امتیاز 3 بازی بچه ها و اعلام نتایج این مرحله. بریم که داشته باشیم. تشکر از تلاش خوبتون. اعلام نتایج. دخترها 925 امتیاز و پسرها 1080 امتیاز. حتی خوشحالی نکنید. خوشحالی نکنید چون فاصله انقدر زیاد نبود که خوشحالی کنید. آره. ولی ببینم یک باید حداقل هیچ. 2000 قراره تو این آیتم کسی که پلک زد ببازه. 3 2 1 خنده دارم. پلک زد. سالار پلک زد. هر کی زودتر پلک بزنه خره. فهمید تو باز اومدی سلام. پلک زد. بریم. خنده نداره راحت باشید. آوردی چشار تافت زده. پلک زدن. بریم 3 2 1 پلک نزن. اصغر بازم. زدش 2 2 مساوی. بریم پلک نزن. من چشم مشکل دارم میپره. پلک زد. دختران برنده این آیتم هم به افتخارش دست بزنید. قراره تو این آیتم از کنار هم قرار دادن عکس‌ها به یک موضوع و متنی برسیم که خیلی باحال و خنده‌دار میتونه باشه. بریم که داشته باشیم. بازی حدس کلمات از همین الان شروع میشه با اولین تصویری که به شما نمایش داده میشه. آبدارخانه. آبدارخونه. آبدارخونه درسته؟ هورا. میشه به ما 2 ثانیه هورا. وقت بدیم؟ امیدوارم دومیارم درسته. برو درسته. بهت میگم. منو ده. خب لی. شیرلیمو. آبلیمو. آبلیمو طلایی. آبلیمو. آبلیمو. آبلی اگه درسته؟ کتون بود چی میشه؟ اولی‌ها رو زرد. خیلی شما سریع‌تر گفت. هورا. آبلیمو درسته. سوال بعدی. زنگ در چین. بگو. زنگ در چمبر. زنگ در نه چین. نگاه کن بهت بگم. زنگ در بلدرچین. زنگ به انگلیسی میشه بل. ریش وایسی دل. بفرمایید. زمینی در پودر. دختر. پودر زنجبیل. پودر آقا زنجبیل. پودر زنجبیل. پودر زنجبیل آره، انتخاب چقدر شماست. شبیه یه چیز دیگه. عوض می‌کنی؟ نه دیگه. تاس کباب آتیشی. تاس کباب آتیشی. تاس کباب دودی. آتیشی. تنوری. تاس کباب بود. اشتباه. آتیشی رو اضافه گفت. آتیشو واسه چی آقا اشتباه کرد. نه اون گوش با آتیش میشه کباب دیگه. بفهم غلط بود. زنگ بزن. بفرمایید. چوب شور. شور درست بود. هورا. شور هورا. در ماشین. نه در اتوبوس زردی. در ماشین. درنده. در بار بار. بار بار داشت دیگه بار. یارو هنوز بار نزده بود آخه. سوادکو. اشتران کو. سوپکوی. سودکو. اشتران رشته است. رشتکو. 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 رشته کو. رشته هورا. بفرمایید. دادران. دهلق. رانداد. نه امیر تو بگو. بودو تموم شد بگو. فرون. سخنران. اشتباه گفتم. این بری که ما گفتیم از چپ به راست بخونیم. سخن باید موسیقی بفرمایید. دهنش بیاد کشتیران. بیرون. قایقران. قایقرانی. قایقه. واو. یه چیزی برای شما قایقران. قایقران. رانی بود قلبشو به پا می‌کردیم. درسته. بفرمایید. بفرمایید. کارواش. نه. کاروان. کاروان کفی. آخرشون خارجی کن واش. کاروان کف. هورا. کاروان. آفرین. بریم برای تصویر بعدی. زنبور نگفت خورشید. دم ما جوش می‌بست. نه این چی بود؟ شب تاپ. یه کرم زبدر خوش. کرم ضد آب. کرم ضد اون کرمه. من گفتم ضد کرم آفتاب. ضد در آفتاب یعنی همون کرم ضد آفتاب دیگه. کوررنگی.
کورنگی. چطوری تو ثانیه گفتی؟ آقا معلومه دیگه. کوررنگی درسته بله. بفرمایید. گل گریون. لاله‌زار. جواب زاری درست می‌زنه دندون لاله‌زاره. تصویر اول با دختر خانم‌ها شروع می‌کنیم. بفرمایید. آب در پس زمین رو ما گرد جهان میگردیم یه همچین چیزایی ضرب مسئله. ضرب مسئله. شاید کارو. آب شده رفته توی زمین. آب شده. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. داری کلا. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. بچه من اعتراض دارم سخنران آخه چیه؟ شیطان کش. شیر سماور داورده. برای شیطان پاپوش دوختن. اینو تا حالا خودتون شنیدید؟ برای اولیه اینجوری صبح من داشتم بفرمایید. می‌رفتم اینجا داشت رادیو میگفت. بشکنه دستی که داری کلا. بله بشکنه دستی که نمک میپاشه. نداره واقعا. دارم میگه دیوار بشنوه. دیوار مشتاق گوش داره. باری کلا باری کلا. بله به در میگه که دیوار بشنوه. چیزی دلار تو قایق باشه. دلار داره میره بالا. پولش از پارو بالا میره. بله باری کلا. پولش از پارو بالا میره. مرغیه که داره خروسه خونه. بفرمایید. اینو بگید اگه راست بگید اینو بگید. در در باغ سبز نشون دادن. خب همین دیگه. نشون دادن دیگه. در باغ سبز به کسی نشون دادن درسته. در باغ سگ به کسی دمشون گرم واقعا خیلی سخت بود. بفرمایید خواهش میکنم. تو رو با بارش گم میشه. شطور با بارش گم میشه. شطور با بارش گم میشه به افتخار دخترها. به افتخار دخترها دست بزنه. دخترا شیرن مثل شمشیرن. دخترها یخ یخ میزنن. بفرمایید. عقلش به چشمشه. سفارش کله پزیه. نزدیک باشه درسته. بله عقل مردم به چشمشه. بله به افتخار دخترها یه دست بزنه. سخت کرده. گوش زیر دندونش گیر کرده. گوشش زیر دندونش. گوشش زیر دندونش. گوشش زیر دندونش. درست گفتم. همیشه بابام میگفت دختر رو که میدی به اینو پسر، بگو گوش اینو زیر بگو دندونش. اینو بگو. بله آقا بفرمایید. چشمی که گندم خورد. درسته چشمو بگی درسته. جارو بزن. نخوردیم نون گندم ببینیم دست مردم. باری کلا اینو بزن واقعا بزن. بله نخوردیم نان گندم اما دیدیم دست مردم. عالی بود این تشخیص واقعا 10 سال یک بار این اتفاق میفته و تبریک میگم به خانم. بفرمایید. من تو گروه نون خانم. جعفری نون. نون تره چیه اون؟ نون تره نخوردیم نون تره ولی یه سال بخور نون تره 10 سال بخور چه کراره بمالی به نون چه نونو یه بار بمالی دیگه کراره. بگی. یک سال بخور نون و تره 10 سال بخور نون و کره. یک سال بخور نون و احتمالاً تره. درسته. یک سال بخور نون و تره 100 سال بخور. یک سال بله به افتخار خانم. بله 100 سال یک در 10. باری کلا باری کلا. دخترها. آقا پسرها 9 تا درست جواب دادن. دخترها با اینکه یه دونه کمتر براشون عکس پلی شد ولی 11 تا درست جواب دادن. به افتخار دخترها دست. قراره توی این مرحله دست بکنن داخل این جعبه. دخترها صورتی‌ها رو در بیارن بندازن این تو. آقا پسرها آبی‌ها رو. زردم اشانتیونه. ولی اگه اشتباهی دخترها آبی برداشتن میرن نفر آخر آقا پسرها برمیدارن. فکر کنم بد توضیح دادم ولی بریم که داشته باشیم با یه سنگ‌ها از قیچی ببینیم نفر اول کی برمیداره. یه سوال بپرسم. بفرمایید. مثلا دخترها آبی برداشتن اونو باید بندازن واسه نه میندازن داخل میرن ته صف وای میستن. بریم یه سنگ‌ها از قیچی میارین. سنگ‌ها از قیچی و دخترها شروع میکنن. بفرمایید. بفرمایید. به هیچ عنوان داخل رو نگاه نکنین. صورتی. جایزه داره. بله بله. جایزش هم یه صورتی. آبی بفرمایید. قشنگ برو بزن. صورتی بفرمایید. 100 میلیون واسه خودمونه برو همین. اصلا این 100 میلیون حساب ویژه باز کردم میشه باز. آبی بفرمایید ته صف. صورتی بفرمایید ته صف.
بچه موکل داره. صورتی. 100 موکل. یه موکل داره. نه میتونی یک بار دیگه برداری. دیگه واقعا نشد. نه شما نیست. بفهم. امیر آروم. ما میدونیم کف دست چه شری. قشنگ ببین. درسته. بله بالاخره ما یه موکل دار پیدا کردیم. باریکلا. ماشاءالله. بندا بیرون یکی دیگه بردار. 100 صورتیه دیگه. دمت گرم. برو بردی. چی بودی؟ یه ذره این مرتبه همین. اون نه بغلیش. بندا بیرون بعدی. قشنگ و موادیابه. نه دیگه برو ته صف بفهمه. نفتی حالا من حالا ما موکل داریم. بفهمه. به ماشاءالله. بله چند 100 ماشاءالله. بفهمه ته صف. انشالله که سبزه. من از کوتاه قامتم. باریکلا. انشالله سازمون نشکنه. بنده بیرون. بابا ولی کلا سالار رفت واسه 100 بنده بیرون. باریکلا. سالار استقلالی؟ نگاه نکن. نه نگاه نکن. بابا به گنجاب داری؟ دیدی نگاه. بابا بنده داخل. بنده سر جاش. بفهم آخر. نگاه نکن لطفا. 2 تا دیگه تمام. سالار بالاخره تو یه آیتم گل کاشتی. هر چقدر زردا از داخل محفظه ما کمتر بشه. شماره حاجی ایشونو بنده سر 100% خانومی تو نیست. چشتون رو نگیرید پایین. 15 تا توپ خانوما، 15 تا توپ آقایون. هر کی زودتر تموم کنه. نه آبی. ببینم چی در آورد. ببینم. کمبادا صورتی. باریکلا. نگاه نکن. این پرباده یکم. منو نگاه کن. در آوردی هم منو نگاه کن. توپ پینگ پونگه نه؟ نه بنداز تو برو عقب. اشتباه. خانم نگاه نکنی شما. خدا رو برش قسم می‌خوری بزنه تو کمره. نگاه کرد آبی در میاد. نگاه کردم مثل سالار 5 نگاه. صورت آبی در میاد. آقا امیر همین کارو جمع کن. بنده بیرون. خیلی با اعتماد به نفس. دوربین نمیشه برداشت. الان نگاه کردی. به قرآن ندیدم. والله ندیدم. خب باریکلا. برو بعدی. توپ رو که برمی‌داره نگاه میکنه تو رو میبینه. نه من نمیذارم. منو نگاه کن. سر اونوره چجوری تو رو می‌بینی؟ برمیگرده این تور برو نداره، نگاه فقط می‌کنه. صورت ما داریم میبینیم. باریکلا. برو بعدی نگاه نکن. اونجا رو نگاه کن. کور بشم اگه نگاه کنم. نگاه نه کرد. چشاشو بسته بود آقا. منم الان جیلا شما بذارم ببندم. ببند. بیا نگاه کرد صورتی بردار. دیگه مجبور بود تا اینکه سه صورتی بردارم. چرا سری 100 تومن رو دیدین؟ 100 تومن که واسه ما داریم واسه حقیقتا سلام. وای مرتضی. چرا دست من نمیرسه؟ شیرجه بزن. نفس مثل این مکانیکای عزیز میمونه. میخوام موتور رو تعمیر کنم. سنگکی هم باشه رمزن. قدیمی جون نمیشه. یه خاشخاشی هم واسه سنگکی تو به جایی رسید که دیگه قد نمیرسه. یکی از تیم خانوما بیاد قلاب بگیره. نه بفهم. بله. سالار این آیتم فقط آیتم خودت. ننداز بنداز اون ور. بنداز اون ور. نگاه نکن لطفا. برعکس رو هم خورد. ای وای. عالی. نه دیگه چشتو اصلا اونوری نکن. خب بیا. آفرین. بنده سر جا. چند تا داریم صورتی؟ لولمون چقدر؟ ما فکر کنم یکی 2 تا پسرا بیشتر. باریکلا. آقا مهدی. تمام. هر چی برداری درست. با فقط به جزی. به جز صورتی.
یه دونه آدرس آبیه سمت راست همین گوشه، سمت راست این گوشه برداری آبیه. اگه صورتی بود چی؟ یه بار دیگه برداشت. نه نگاه کردی شما یه دوره صورتی حذفی بود برداشتم. نه یه دوره حذفی شما نمیتونی بیای، یه دوره حذف. خدا رو شکر ما بجا من آخه وصل نیستم. آفرین. آفرین چه 20 تا صورتی مونده اون تو همه ما دست موندیم. خب نگاه نکنین ها. بفهم. کاش اینو میذاشتی بالا برای ما یه دونه آبی مونده. آلی کلا این گوشه یه دونه دو تا امیر معرکه این گوشه آبیه. برو درست. زرده نگاه. آبی. بنده زرد بیرون. اون جلوی شیشه رو بردار. جلوی شیشه. نه ور ندار اصلا گوش نکن. ببینم. فقط خودت. دوربینو برداشت. ببینم سری باشی دنبال چی؟ دوری مشکی بنده بیرون. نداری ها. زود لطفا خواهش میکنم. باریک برو بعد. نه بذار سر جاش برو بیرون. ای بابا. صورتی رو میذاشی دم دست برمی‌داشت. نه برو. این لوکیشن شو تو میشه بزنی. انداخ این ور کدوم برای اومد؟ به سمت ما یه زده اون بری ور الان اومده. یکم چپ حالا همونجا خوبه همینه. چطوره؟ بنده عالیه لیمو در بردی. یه ذره عقب‌تر اون رو ور ندار اون رو چپ همون همون خوبه چطوره؟ بنده بیرون. بنده بیرون. عالی بود. مرتا به سمت ما اون نه اون نه؟ آقا نه. از من نمیشم. آقا حالا دو تا رو برشم دو تا شاهی بود چی؟ دوبلش. دو تا زرد باید بندازی بیرون اون موقع. بردار. من چاکرای شیشم بنده ای بیرون. بابا. من سمت مرتضی من با آبی مرتضی، مشکل تون داری؟ مگه استقلالی نیستی تو؟ درسته. سمت من اون نه نباید نگاه کنید شما بنده بیرون. نگاه من می‌کنید که دوست دارم بدونید چقدر پر کجا رو شده برداشت. برای کمر شما. نمون برام. چطوره؟ نگاه میکردی یه لحظه. مساوی؟ تقریبا میشه گفت. خوب بود آب این داخت تو این محکم یکی دوله ننداز آبی به عشق رو. خودت. سری حالا یک دو سه ببینم بردار. چیکار یک می‌کنی. دو سه. بده من. برو بعدی. باریکلا. بردار. بازم به عشق خودت. بده من. باریکلا. برو بعدی. آخریشا اینم بهش خودش. دوربینا. کلیدو بیا. انداخت دوربینو برو آخر برو. بذار سرجش برو. دوربینو ننداخت گل زدی مگه؟ بله درسته. چند تا صورتی داری؟ دومی رو بردار. برداری آبیه. لطفا. مرسی. به. آقا مهدی دیگه از صداش مشخصه کجا رفت. دو تا آبی مونده دو تا صورتی. لطفا بچه از خط این ورتر وایسین. خب من که آبیه. منم قرار آبی بردارم. توپ نیست اینجا آبی. آبی. آفرین. اون ور آبی بردار. بردار آقا مهدی. اون ور سمت شاگرد آقا مهدی. فکر کن اونجایی که هست نیست. وای. خواهش می‌کنم کن. ببر. اون ور نگاه کن. ببر. چرا هم نزدید آقای؟ سه تا مونده. دو تاش صورتیه. باریکلا. یه صورتی دیگه مونده. کارو هم چرا نزدی؟ ندید. احساس میکنم آقا مهدی برداشت اومده ما رو هم زدی واسه خانوما رو هم یه توپ نزدی. بیشتر نمونده بود. این دست دخترها برنده میشه. به افتخارشون دست بزنید. دختر خانوما آقا پسرا این بازی اسمش خاک اندازه. به این صورت که ما 4 تا چوب داریم. درسته؟ حالا شکل خاک اندازه. خاک انداز چی میخواد وسطش؟ جارو. نه آشغال. این آشغالای ما هستن مثلا. کم بیشتر خوردش کنم. درسته؟ این داره خورد میشه. ما این آشغالو میذاریم وسط خاک اندازمون. با دو حرکت این آشغال باید بیاد بیرون خاک انداز. در حالی که به هیچ عنوان به آشغال نمیتونین دست بزنین. شما میاین بفرمایید خواهش میکنم. به چوبا باید دست بزنین. 2 حرکت هم بیشتر نباید انجام بدین و به آشغال نباید دست بزنین. من توضیح اول داده بودم. امتحان کنید خب. تایمتون داره میره امتحان کنید. اول اینو بزنیم اینو بیار بالا. بذار اینجا. یک حرکت 2 حرکت. شکل خاک انداز شما از بین رفت. من دارم میگم خاک انداز باید خاک انداز یه بمونه. دقیقه میشه امتحانی اول. بیا بود علی. اصلا دارین انجام میدی. خب بفرمایید. نگاه کن اینو من داریم. خب من آشغالا تکون کنم.
خانم آشغال رو نباید دست بزنید، بازم جزء دسته. بفهم. یک حرکت، دو حرکت. این شد چی الان؟ این بادبزر شد. نفر بعدی بیاین انجام بدین. این شد الان پرچم من سوئیس آلاهدت سوئد چیه مثبت شد که. حواسم نبود توی ذهنم یه چیز دیگه بود. کاغذها رو فوت کن بریز پایین. این میشه نمیدونم این میشه 3 باید حرکت یا آشغالا 2 حرکت. بمونه. نه 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 3 حرکت شد. دیگه. 3 حرکت شد خانم. این 2 حرکت هنوز اصلا بیارمش عقب تریه. بفهمید. یک حرکت ندی از باز تو آشغالیه که یه ساعت آشغال یه درست کرد. آشغال نباید توش بمونه با 2 حرکت داره. ماشین آشغالی. فوتش کنم. نه نه. یک 2 این خاک اندازه مال کجاست؟ پارو شد. این فیلم مکانیکیه، فیلم مکانیکیه. تیه دیگه صرف کنیم. 1 سال بعد ببینید تایم برای دخترها 10 دقیقه است، برای پسرها 1. کاری نداره اصلا معلومه جوابش چیه. جوابش چیه؟ بله. به سوال پرسیده. الان آشغالا رو میشه می‌زنم سر کوچه راهنمایی نگاه کن. کنی؟ خیلی واقعا سخته. مرسی باید از آشغال پریا بیرون خانم. از بچه‌ها به افتخار دختر خانم‌ها دست بزنین. شما نه بچه‌ها. قبول 3 نیست گرفتن. 2 1 این خاک انداز بیا بشین. اینجا وایسا. بابا ببین آشغالا اینو بده کنار برو پایین. اولی حرکت حالت من سر اون بود دیگه. جاشه. آشغالا نباید. بیا بشین عقل کلی. خب آشغالا چجوری بیفته بیرون؟ یه لحظه وایسا. خدا رو شکر فکر کردم کردم بلدم. یه بار دیگه آقا اونجا بودم الان داشتم فکر. بچه‌ها تایمتون داره میگذره. 2 حرکت. بله تمام 2 حرکت آشغال توش رفت بیرون. یک بار دیگه آقا مهدی انجام میدی بچه‌ها ببینن. باریکلا. نه اون یه خوشم. بار رو بلد بود. یک برو 1 2 یه بچه پشت زمین به افتخارش دست بزنید. امتیاز این مرحله به پسرا میرسه. مرسی.